سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند سر حال باشین. امروز بریم یک دانه عکس را روی این شات ادیت بکنیم که چگونه میشه. یا موضوع 0 تا 100 هست. حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و تا آخر بیننده باشین. خب میایم از اینجا یک عکس را انتخاب میکنیم. یک عکس را انتخاب میکنیم که برای ادیت. حالا این یک عکس انتخاب میکنیم، گزینه اوکی رو میزنیم. حالا قسمت انشات از اینجا میتونیم بک‌گراند یا عکس پشت سر از او را تغییر بدیم. حالا میایم اینجا و روی این دکمه کلیک میبینید که بک‌گراند سیاه شد. حالا ما نمیخوایم سیاه باشه، بعد میریم پشت سر را رنگش انتخاب میکنیم. دوستای عزیز، حالا یک عکس بهتر است. میخوایم یک رنگ مثل مدل لباسش بسازیم. خب بله، حالا از اینجا میتونیم زوم کنیم دوباره. خب میایم تو قسمت فیلتر. این فیلتر جذاب هم رایش انتخاب میکنیم. یا این خوبه یا این خوبه یا این که زیاد خوب نیست. الان از اینجا دکمه اد را میزنیم. حالا تا باز کند. خب حالا که باز کرد، حالا میره دیگه نیازی به چیش نداریم، کدام تنظیمات دیگره. و از اینجا گزینه صادرات هم میزنیم که این عکس خود را چی کنیم، عکس آماده شده را ذخیره کنیم. حالا این بود آموزش 0 تا 100 این نوع عکس ها.